او گپ کیره میگوید. کدام میوه ها قیمته؟ همش قیمته. نرخ میوه این مرد را عصبی کرده است. میگوید قدرت خرید بیشتری میوه ها را ندارد. آخی یا تربوز 50 سوم 40 سوم میگه، یا خربوزه اندر 20 سوم میگه. خیلی مردم هم پول چمی وقت کام پول. مشاهده ما در دو بازار کلان دوشنبه دهقان و سخاوت نشان داد که شکایت ها از گرانی میوه کم نیست. هرچند موسم پختن میوه ها هنوز ماه می فرا رسیده بود، روز 19 ایون 1 کیلو شفتالود از 30 تا 40 سامانی، گیلاس تا 50 سامانی و زیادتر، زردآلود تا 15 سامانی است. معاش میانه در تاجیکستان فعلا کمی بیشتر از 2000 سامانی می باشد. این زن راهرو است و به گفته خودش 1200 سامانی معاش و 360 سامانی نفقه می گیرد. قیمت‌تر. سال گذشته ارزان‌تر بود. این سال قیمت. چی ارزان بود چی قیمت؟ سیب همه چی ارزان تا 2 سومانی میگرفتیم. موزی نمیتونیم 7 سوم پنج همین سیبای معده‌اش 5 سوم. نرخ نوا ارزان‌تر شود که فرزندای ما میوه سیر شونده. سیب و ناک باید قیمته تا 25 سوم 30 سوم کیلوش. انا خیر اقلا 10 سوم 15 سوم باشد خلق مردم باید کمتر سبک میشه. خیر خندالک میخریم، تربوز همه ارزان‌تر. دیگرش قیمت. گیلاس هم قیمته. گیلاس کی خوردن آخرام بود؟ خیر مرکات میداره همجا میخوره. دیگر وقت خیر چند خیر بچه‌ها میبیارن میخوریم نباشد نه. مسئولین بازارها گران بودن نرخ میوه را تا جای قبول دارند، اما میگویند وضعیت روزهای نزدیک خوب می شود. این میوه‌ای که روز وارد شدن میوه پیش‌پزک میباشند، البته کمتر نرخش بالاتر هستند. انا هوا گرم شد، محصولاتی که پخته رسید نرخ هم پست می شود، هم محصولات زیاد وارد می شود. روزی کم است، ایسو پیش‌پزک بودن کمتر نرخ قدر بلند نیست. بلند هست با درجه وای نه، لیکن روزی هوا گرم شد، محصولات زیاد پخته که وارد شد، محصولات ارزان می شود. آمار استحصال میوه در سال روان هنوز دسترس نیست، ولی مسئولین بازارها میگویند تنها افزایش محصولات میتواند نرخ میوه را پایین برد. بالانس شویش باز از وارد شوی وابسته است و خود بازار هم با حسابی که پیاز کارش کرده ما دخالت کرده میتونیم، برای که ما با ولایت خرطلان که ولایت کشاورزی میباشد شرطنامه داریم، در حالت بالانس شدن نرخ وارد نموده با نرخ دسترس پیشکش شهروندان مینماییم. میوه رو خود بازار نرخ معین میکنه. 70% شهروندان تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و باغداری و کشاورزی از شغل اساسی مردم است. در شهرها ساکنان منتظرند که نرخ میوه برای آنها دسترس می شود و خود و فرزندانشان به سیری میوه میخورند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.